أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب مسلم 2742 می باشد. ابو سعید الخدری نامشان سعد ابن مالک ابن سینان می باشد. یکی از 7 صحابه که حدیث را بسیار روایت کردند این ابو سعید الخدری می باشد. 1170 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. ابو سعید الخدری میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الدنیا حلوة خضرة و ان الله مستخلفكم فیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این دنیا حلوة خضرة، در نظر آدم، در نظر انسان شیرین میتابد. حلوه که وقتی که انسان تماشا میکند انسان را جلب میکند. خضرتون این سرسبز خرم است که نفس انسان میل میکند. بنابراین دنیا به نظر بسیاری از انسانها همچنان میتابد که مست میکند انسان را، که مستی دنیا از مستی شراب بدتر می باشد. شراب اگر 3 ساعت یا که 1 روز انسان را مست میکند، دنیا انسان را تمام عمر مست میکند. به خودش آمدنش ممکن شاید به خودش نآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بر این دنیا الله شما را زندگی قرار داد، شما را راهبر قرار داد که با تمام مخلوقات انسان برتری دارد. تمام مخلوقات در زیر اختیار انسانیت می باشد. فینظروا کیف تعملون، الله تا که می بیند که چگونه شمایان در این دنیا عمل می کنید، چگونه با این دنیا برخوردار می شوید. فاتقوا الدنیا، پیامبر می گویند که از دنیا بترسید، زیرا این انسانها را به هلاکت می کشاند. می گویند که این دنیا به یک کمپیر سالمندی است که اما به نظری بسیاری از انسانها همچون جوان دختری می تابد که عاشق می شوند. پیامبر می گویند که از دنیا بترسید و اینچنین در دیگر حدیث گفتند که فتنه امتی من، سنجش امتی من با این دنیا می باشد. می بینیم که بسیار شخص ها به دنیا داده شدند، دین را ترک کردند و آنها چگونه هلاک گشتند. پیامبر می گویند فاتقوا الدنیا، دنیا را جمع کردن در شریعت درست است، اما دوست داشتن دنیا و کناره کردن آخرت، دین، این حرام می باشد. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، از زنها بترسید. گفتند از مکر کید زنها بترسید. بسیاری امتهای گذشته با فتنه زن گرفتار شدند، زن را دوست داشتند و با شهوتهای نفسانی خود غرق شدند و دین را کناره کردند. حتی دشمنها مردم مسلمان را توانست که آنها را شکست بدهد. وقتی که مسلمانان قوی بودند، که سربازان داشته بودند، دشمنها می ترسید و این فکر را جا کردند که و زنهای فاحشه را، زنهایی که برهنه را فرستاندند که تا در دیار مسلمانان چنان گردد و مردم را بیغیرت کردند و سپس پراکنده کردند. در همه جا مسلمانان خار و ذلیل است و بین مسلمان، دیار مسلمانان آمیختگی را پهن کردند
پیامبر میگن فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. یکم سنجشی که شد، یکم فتنه که اولین فتنه که در بنی اسرائیل بین یهودها چنان شد، این یعنی فتنه زن بود که به خاطر زن مردم جهاد رو ترک میکرد. مردم به خاطر زنی زیبا، دختری زیبا، دین رو کنار کرد. پیامبر میگویند که ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء. یگان چیز بدتر از برای مرد، این ضررناکترین برای مردها این زنها می باشد. بنابراین باید پیامبر صلی الله علیه و سلم زن رو دوست می داشتند، اما این مانع نمیشد که نماز رو ترک کنند، این مانع نمیشد که اسلام رو دعوت رو ترک بکنند. اما امروز شخصا از حسابی دعوت، از حسابی خدمت به اسلام، همه نیرویی که دارند به زنها صرف میکنند. وقتی که از آن میگفت پیامبر به نماز میرفتند، وقتی که کار دین می آمد همه کارها را ترک میکردن. بنابراین باید از آمیختگی ها خود را نگه داریم. آمیختگی ها با زن و مرد در یک جا کار کردن، این بدترین فتنه می باشد. این سبب می شود که امت اسلام آهسته آهسته زنهای خود را طلاق بدهند و زنهای به نیم برهنه عاشق شوند و مجتمع اسلامی ویران شود. هر شخصی که به آمیختگی در جایی که زن است در آنجا ورزش میکند یا کار میکند، نزدیک است که او عائله‌اش پراکنده شود و مجتمع ویران شود. در جایی که زن و مرد در یک جا کار میکنند، زندگی میکنند و زنهای نامحرم، و این مجتمع، این دیار به هلاکت است و فتنه گرفتار می شود. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.